دم باش حسکرین سینمایی کاستاوی فیلمک دراماتیکه که در سال 2000 دا آلیه در هنر رابرت زمیکس هاتیه چیکرن. لیستکوان سرکه توم هنگس ریولرک فدکسی به ناوی وی چک نولان تلیزدن. It is a clock, which I started at absolute zero and is now at 87 hours, 22 minutes and 17 seconds. پشتی کتنا بالا فرک فدکسی نولان تگراوه که دا بتنه سری خود مینیدن. مجارا فیلم سر جیانا نولاندیا دگراوی دا رو استن. نولان دگراوی دا جاکوبشیتن زندی بمینیتن جیانک نو آوادگتن پرانیا بشین فیلمی جیانا نولاندیا گراوی دا باید بجریتن و دتا پیشجا. جیانا نولاندیا گراوی دا اف چاوا جبو کو بجیتن شرد دتن. د سالن پایه گراوی دا نولان وارد تنیبونه دا پیش و دچتن فرد بیتن کو او به تن سری خواهد دکارید چه بکتن جا کو ساغ بمینیتن. نولاند جبو جیانه که نو خواه گلک پیشود بتن. د فیلمی دا لسر زحمتی این کمرو د دما تکوشینا خیا جیانه دا رو تنه دمینیتن پیامین کوره. کاست وی به پرفورمانس توم هنگس و در هنری از زمیکس و سرکتنک نازن دست خواهد خیدن و دو فستیوال نالدار دا گلک خلاتان ورگریدن. بله سپاس بو گهدار کرنا و دم باش حس کرین سینمایی.